اون چیزی که خیلی به شدت باعث میشه تو دنیا لذت نبری یه رذیلت اخلاقیه. اگه اونو داشته باشی لذت نمیبری آقا. این قاعده دنیا. الان من به شما بگم خودت باور میکنی. یعنی تا وقتی که اون تو وجودت هست تو نمیتونی لذت ببری. اون چیه؟ هر کس اساساً حسادت تو دنیا میکنه نمیتونه از زندگی لذت ببره. اولین لطمه ای که آدم حسود میزنه به خودشه. یکی از رذیلت هایی که سالیان سال طول میکشه، یعنی یه چیز ساده نیست که مثلا تو بگی من 2 سال روش کار کنم. خیلی زمان میبره، مثلا 70 سال زمان میبره که تو بتونی از وجودت بریزی بیرون. حسادت اولین نشونه این که میخوای ببینی نسبت به کسی حسادت میکنی اینه که هر وقت دیدی به اون یه نعمتی رسید، یه خوبی رسید، تو باید اینجا یه بررسی کنی تو الان خوشحال شدی یا ناراحت. اگر از رسیدن نعمت به دیگری ناراحت میشی یعنی داری حسودی میکنی بهش. دومیش اینه که دائما غیبتشو میکنی، عیب جوییشو میکنی، به زبان عامیانه خودمون یه سر خرابش کنی. نشونه سوم دشمنی و کارشکنی. دائما میخوام کارشو خراب کنم. 4 ناخودآگاه آدم با کسی که حسادت میکنه دور میشه ازش. من چیکار کنم؟ از همین اول کاری شروع کن، روی این کار کن. حسادت رو ببرم بیرون، به جای حسادت حالا غیبته بخوره. حسادت نکن ولی غیبته بخور.